دوست اینه عین این بستن یخیو در بیاره. اوه بسر عالی شد. نکن. آفرین. این درجه چیو؟ آقا بذار حالا که اینجاسی بذار من چالش بگیرم. یه چالش بیایم. یعنی هر کی دیرتر همه بعد پول اینا رو حساب بکنن. فقط لیست. اومدیم گلزار شهدا، میگن اینجا یه شهید هست که در جا حاجت میده و مزارش همیشه بوی گلاب میده. ازتون میخوام حتما بیایید چون واقعا حاجت دلتون رو بگیرید. ما بار چندمیه که داریم هر وقت. سلام نیلیما، خوش اومدید. من نرگسم و باز اومدم با یه ویدیو جدید که قرار با هم دیگه ببینیم، نظر بدیم. شما هم حتما نظراتتون رو تو کامنت ها برام بنویسین. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم یادتون باشه حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، این ویدیو رو لایک کنین، زنگوله رو فعال کنین که با هم بریم سراغ ویدیوهای امروز. رفتیم دبی یا بالو. احتیاط کن. هیچ نه. الان کارشناسی شناسی کاکا. ای جیبی کدرونک جون مردی. جون کریم گیه. جون مردی رونک. ما باور نکنیم. باش بخا گیه. خب پامون رمنش. گیه. ها هر کی بیشیل گوجه ان خرده. گوجهش هم سبیه. ایش. خب پامون رمنش. دقیقا من با این موافقم. دخترها یه جوری که مثلا یه چیز زمین بیفته دیگه اصلا برش نمیدارن، تا از دهنی کسی دیگه هم نمیخورن. کلا من هیچ پسری رو ندیدم که بگه چندشم میشه یا مثلا اینو نمیخوام اونو نمیخورم دهنیه. اصلا هیچ پسری رو ندیدم که اینجوری باشه. چندشتون شد بزرگ شد به خودتون بیاد. اصلا یعنی چی چندشم شد؟ داداش این تیشرت اسمش جیسوس کرایست چقدر بد میاد. داداش نپوشیدم، اینا لباسا خودمه. سنگو برای تو ساختنش بسته. داداش این زنونه نیست. مشتی بعدت بیاد همین کارو برای داداش خودم بردم بابا. داداش این خوبه ولی گشاده، به شوری تنگ میشه. با داداش جان مادرت این چه کار ما رو برگشت از من فردا برات پاس کردم سلطان یه لحظه گوشی جانم. داداش این تنگ اذیتم میکنه، بزرگتر نداره. یعنی این حقیقت این ویدیو. به خدا همه فروشنده‌ها اینجوریان. مثلا یه لباس یا یه شلوار یا یه چیزی رو تنت میبینن که میبینن واسه خودشونه، انقدر تعریف میکنن که آره هر کی اومده اصلا قشنگ نبوده تنش، چقدر به تو میاد، چقدر قشنگ شدی، چقدر زیبا شدی. دیگه طرف میگه پس چقدر خوشگل شدم بذار بخرمش. یعنی یه جوری نفوذ میکنن تو مغز آدم که طرف میگه فقط این داره راست میگه. آفرین. پس ماست ریختی تو ماست خوری مامان. بچهای این زمونه به خدا از هر لحاظی آزادن، نه فقط این بلکه از هر لحاظی. الان هم که مامان کلن ادعای روشن فکری دارن، دیگه بچهشون یه کاری هم بکنه اصلا کاری بهش ندارن، چون جدیدن همه دیگه روشن فکر شدن. به نظرم میرم خیلی خوبه که به خواسته بچه ها اینقدر احترام بذاری و سرشون داد نزنیم. 2000 years later. آجی خوش به حالا این پولدارا زندگی و اینا میکنن ها. داداش من این پولدار شدم فکر کردی خوبه، فقط اسمش قشنگه. چطور؟ داداش حالا فکر کن یه بنز مدل آخر زیر پاته، اگه یاتاقان بزنه میتونه قطعاتشو پیدا کنی. نه. خب دیگه تو پرایدت خراب شه قطعاتشو توی سوپرمارکت هم میتونی اوکی کنی. بفرما خودش امتیاز دیگه. بنده خدا این پولدارا چقدر اذیت میشن. آره بابا اونو ولش کن. حالا فکر کن یارو 4 تا کارخونه داره، شب از استرس خوابش نمیبره که، ولی ما چی دوست خونمون هم بزنه تشی چی واسمون میذاره. امتیاز خودش. بعد بابا اصلا اینا رو ولش کن. این بنده خدا از الان 10 دقیقه اینو دارن عید کدوم کشور غریبی برن، فرانسه، ایتالیا، دبی. ما چی؟ ما تکلیفمون مشخصه. ای پا میشیم میریم دهاتمون. باریکلا. بعد این پولا رو همشون افسردگی دارن، اصلا دلیلش هم نمیدونن، ولی ما چی؟ دلیل افسردگی اونو میدونیم، بی پولیه دیگه. خب همین که دلیلشو میدونیم خودش امتیازه. اصلا اینا به کنار آقا فکر کن یارو 4 تا خونه بالا شهر داره، 2 تا ویلا لواسون داره، یه ویلا شمال داره. خب این چیش بده؟ خب احمق یارانشون رو قطع میکنن دیگه. تفلکی‌ها رو ببینا بدبختا. خدا شکرش. یعنی اینا قشنگ داشتن صابون به دلشون میزدن که آره اصلا پولدارا خوب نیستن. بیشتر مردم به خاطر اینکه مثلا پول ندارن و اینا نمیگن که تلاش کنیم که پولدار بشیم، خودشونو با پولدارا مقایسه میگن مثلا آره اصلا پول مهم نیست. دقیقاً همه همینجوری میگن که صابون به دلشون بزنن، ولی واقعاً به نظر من پول عین چی مهمه. نه راست میگی.
حالا با مسئول کت از کت با تارو است 48 درسته خودت درسته سالا برو برای چه باشیم بهتر عالی ماشالله عالی ماشالله بدی کشمش چیزی با عرق تار کنیم چه سری زدی مانی گفتم 10 دقیقه بین هستید استراحت کن نه 15 دقیقه چشم استاد آفرین استاد من دیگه نمیتونم بزنم چی شما بقیه‌اش رو بزنیم بده من عزیزم خیلی خسته شدم اب نداره مرسی اوف دو تا دیگه باری کرده یکم سریع‌تر مانی چه اسمی خوشبویی زدی اسمش چیه؟ مانیم از کاریس آورده شسکی بومن خیلی خوشبوه عالیه خط رو میندازه اینم عین واقعیته، ولی به نظر من بچه‌های بالا شهر بیشتر ادعا میکنن تا بچه‌های پایین شهر. حالا بازم این یه نظریه است و نظریه هر کی متفاوته. بنده خدا اصلا فکر نکنم سالم باشه، کلن همه جاش زمین خورد. اینا رفیق نیستن به خدا، اینا یزیدن دیگه. در این حد شوخی اصلا ندیدم. هیچ کدوم از شوخی های پسرها اصلا خوب نیست، چون دیگه در حد مرگ با هم دیگه شوخی میکنن، یعنی طرف ممکنه بمیره حتی. بتونی گل بزنی جایزه میبری. نری حاج خانم فکر کنم تو دوران جوونیش فوتبالیست بوده، خدایی خیلی خوب شوت زد. خودم خیلی تعجب کردم. معلومه استعدادشو داری حاج خانم، حتما برو ثبت نام کن تو باشگاه. آقا من مشکل دارم. مشکلت چیه؟ 1 ماه من آبم نمیاد. بابا بنده خدا تقصیری نداره دیگه، منظورش آب کشاورزی بود. بیچاره چی میگفت دیگه؟ اگه اینو نمیگفت دیگه هیچ اصطلاح دیگه وجود نداره فکر کنم. ولی مثلا میتونست بگه که آره ما چند روز آب نداریم، نمیتونیم زمین رو آبیاری کنیم. خدای نیتش پاک بود دیگه، میپذیریم. سلام امکانات 100، استعداد 0. بابا یکم لااقل هماهنگی میکردین که قراره چی کار بکنین، بعد انجام میدادین.77 777 7777 7777 خوش مادر داره میده. به نظرم اصلا ژاپنی یاد نگیرین، چون اصلا به درد ایرانیا نمیخوره. مثلا فکر کن بری یه جایی بعد یه نفر ازت بپرسه که شنیدم که زبان ژاپنی بلدی، میشه یکم با همون صحبت کنی؟ همین که صحبت کنی طرف فکر کنه داره فوش خواهر مادر بهش میدی. و اینه که بده. چی عزیزم؟ من شکیبا. چند سالته؟ 19 سالم. اصالتا کجایی؟ من کرد اردبیلم. راست میگه، منم لور ژاپنم. همین که آخرشو خالی بست گفت که آره من کرد اردبیلم، معلومه که سنش هم قشنگ داره زر میزنه و اینکه 19 سالش نیست، چون اصلا به قیافش نمیکنه. فکر کن این همسن من باشه، اصلا به قیافش نمیخوره. نمیدونم خیلی دیگه ژل زد، خیلی دیگه تزریق کرده که انگار نه انگار که ما همسنیم، یا واقعا داره الکی میگه. خیلی اوضاع خیته.
خیلی اوضاع خیته. فکر کن ما خودمون میریم یه جای آهنگای گوگوش رو میذاریم، بعد خود گوگوش آهنگای خارجی رو گوش میده. از این ویدیو من دلم شکست به خدا. انتظار داشتم که همین خواننده ها هم آهنگای خودشون رو گوش کنن. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. کنید ماشین رو پیشوت کنید بچه این از این دفعه چاش قالیده هم برمرم چی دو برده همه این دقیقاً دقایقی قبل از اینه که لباسشویی بندازن سر کوچه. دیگه اصلا روشن نمیشه. فکر کنم خیلی پول دارن دیگه قراره یه لباسشویی دیگه بخره. اینه این بستنی یخیو در بیاره. اوه بسر عالی شد. نکن. آفرین. این درجه چیه؟ آقا بذار حالا که اینجاست بذار من چالش بگیرم. یه چالش بیایم. یعنی هر کی دیرتر همه بعد پول اینا رو حساب بکنن. فقط لیست. بودو سریع. فقط لیست. ببینم کی میتونه سریعتر. بخور آقا بخور سریعتر بوده. چه خواب داری؟ چرا اینجوریه این؟ صابون گلنار دیوانه. میگم شوخیای پسرها خیلی خطرناکه. فکر کن صابون گلنار رو به جای بستنی یخی داد به طرف که لیست بزنه. یعنی از این بدتر نداریم به خدا. طرف تا چند ساعت دیگه احتمالاً بمیره. اگه نمرد قطعاً دیگه اسهال استفراغ میشه. این چه شوخیه آخه. گو واقعا آفرین به استعدادش، ولی این کاری که انجام داد خیلی کار خطرناکی بود. حتی اگه حرفه‌ای تر از این حرفا هم باشی، باز یهو حواست که پرت میشه ممکنه خیلی آسیب جدی ببینیم، مخصوصا اونم وقتی که مترو اومده، اونم با یه سرعت خیلی زیاد. کارش خیلی خطرناک بود ولی استعدادش بی‌نظیر بود. آقا واقعا دمش گرم. پرچم قزوین بالا. آقا بنازن. یا ابوالفضل. آقا چی شد؟ خیلی دلم سوخت به حال بنده خدا، چون خیلی بد ضایع شد. فکر کن این همه داشت کلاس میذاشت و میخواست به بقیه بفهمونه که بلده، یهو خورد زمین. خیلی بنده خدا بد ضایع شد. و اینکه خیلی هم شانس آورد که یکم اونورتر زمین نخورد، وگرنه قطعا همه ماشینا زیرش میگرفتن. وگرنه قطعا همه ماشینا چون نمیتونستن درجا ترمز کنن ممکن بود که یه بلایی سرش بیاد. یه نفر نوشته که عجب چشم شوری. باور کن یکم بیشتر تعریف میکردی پولش میشد. خیلی چشش شور بود. یعنی در حین اینکه داشت تعریف میکرد طرف قشنگ زمین خورد. اومدیم گلزار شهدا. میگن اینجا یه شهید هست که درجا حاجت میده و مزارش همیشه بوی گلاب میده. ازتون میخوام حتما بیایید چون واقعا حاجت دلتون رو بگیرید. ما باره چندمیه که داریم هر وقت اومدیم هرچی ازش خواستیم بهمون دادن. اینطور که از کامنت ها فهمیدم فکر کنم این بلاگر پیجش از دسترس خارج شده و پلیس و فتو فکر کنم پیجش رو بسته. بعد اینم اومده این کارا رو کرده که فکر کنم پیجش رو باز کنه. دیگه نمیدونم پیجش باز شده یا نه. اگه شما خبر دارین تو کامنت ها برام بنویسین. کدوماشون خوش‌تیپ‌تره؟ کدوماشون مهربون‌تره؟ کدوماشون مهمون نوازتره؟ کدومشون بد اخلاقی میکنه؟ کدومشون دلسوزتره؟ کدومشون ولخرج‌تره؟ اگه 800 تومن پول داشتی به کدومشون میدادی؟ وحیدم اینجا سایته. به کدومشون تو کل زندگیت بیشتر افتخار کردی؟ یواش به منظرشه.
بنده خدا وسطیه فکر کنم حتی تو واقعیت هم همینقدر نادیدش میگیرن. یعنی اصلا انگار پسر وسطی نداره، اصلا کلا گردنگیر پسر وسطی نبود باباه. بدبخت فکر کردی تو رفتی من خونه میمونم؟ میدونو بگیر من اومدم آزادی دارم میچرخم. یادت پارسال تو همین میدون بهت پال باستادم خوردی، گفتی گرسنمه، به یارو گفتم درونش کن. موجودی حسابو بگیر، عشق حال من تازه شروع شده. آقا دوربینو بگیر. آقا 4,157,000 تومان عشقشو میبرم، تو باختی. فیلمای بعدیو بگیر که بسوزونمت. بگیر آزادی بگیر. بابا این اصلا لیاقت تو رو نداشته وگرنه پیش تو میموند و عشق و حال. با این همه پولی که داری حتی موزم میخوری، اصلا لیاقت تو رو نداشته. خیلی آدم کثیفی هستی، من بهت اعتماد کردم میشور. تو نسبت ما هم دیگه چیه؟ ما عاشقم، رفیق جونجونی. یعنی چند سال؟ 65 سال. چند سالتونه؟ 75 سال. منم 75. یعنی این همه رفاقت 65 سال؟ آره از دوران مدرسه. یا خدا، چند سالتون؟ 75 سالمون. کسی تا الان تونسته بینتون خراب کنه؟ خیلی ولی نتونست. خواستن ولی نتونست. چند وقت پیش همین خانمه بود. خانمه که بعد من میگفت. آفرین. همین بعدی شما به منم میگفت. همین چند روز پیش بود که میگفت اونو ولش کن، رفیق خوبی نیست، به دردت نمیخوره. چی شد؟ شما چی گفت؟ من چی گفتم؟ الان بهش بگم که چی گفتم؟ تو چی گفتی بهش؟ گفتم برو خانم برو، این رفیق منش کردی به خاطر رفیقه؟ بله که یه زنگ همین الان بهش بزن. برگرد یه زنگ بهش بزن. بگو همونی که میگفتی رفیقم مثلا چی، بگو سلام کلاه گذاشت. ببینم ریاکشنش چیه. اوکی؟ همین الان بهش. اوکی. بچه‌ها تا میخواد زنگ بزنه واسه صفحه شهر موبایل آوردم. هر چه فونه 14 16 پرو مکس مردم میبینی نمیدن 100 میلیون بدن. با 7 میلیون از شهر موبایل میگیرن که واسش هم مون نمیزنن. 7 روز مهلت تست داره، 36 ماه گارانتی، خرید حضوری آنلاین هم داره، پرداختش هم در منزل. برو چپ. سلام. خوبی راست میگفتی رفیق ما یک کلای سر ما گذاشته که مگه خدا به دادمون برسه. بله من که بهت گفتم به درد نمیخوره. خیلی واردی ها به خدا اینو. حالا میگی چیکارش کنم؟ برو خانم خدا به در بیامرزه، من رفیقمو به 100 تا مثل شماها نمیدم. من عاشق رفیقمم. چالش بود فقط آقا، نامردی نفرستی به رفیقت. یعنی آفرین به این رفاقتشون که این همه سال با همدیگه بودن که حتی قید یه زنو زد به خاطر رفیقش. اصلا خیلی عجیب بود این حرکت از یه مرد. ولی این خیلی واسم عجیبه که 70 خورده سالشونه ولی زن نگرفتن. این خیلی برام عجیب بود چون سنشون دیگه گذشته، با 70 سالشونه. اینا الان باید نوه داشته باشن. من با دیدنش حتی اسم خودم هم یادم رفت، چه برسه به این که بخوام اسم بذارم روش. ولی بریم کامنت ها رو بخونیم. نوشتن که خسته دریایی، بعدی گفته که بازنشسته دریایی، بعدی هم نوشته خواهر عروس. مگه خواهرای عروس اینجوری قیافه میگیرن؟ خب رسیدیم با آخر ویدیو. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. چنل منو سابسکرایب نکردی حتما دکمه سابسکرایب بزن، این ویدیو رو لایک کن، زنگوله رو فعال کن. مرسی که هستین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.